میشنوی صدامو؟ خب خسته نباشین بچه، امیدوارم که غروب بهتر بگم شب خوبی رو شروع کرده باشین، چون که ساعت 8 گذشته. اجازه بدین چی نوشته اینجا؟ تبلیغات حمید طالب تبار. مرسی بچه ها. خب این تا کی میخواد باشه؟ بچه های پشتیبان مرسی. سلام، بهتر شد. خب بچه ها، من چند تا نکته میخواستم براتون درس بدم نیاز به کتابی در ادامه کلاس. من صداتون ندارم بچه ها، صدای من که دارن، درست میگم؟ خب اگه نداریم مشکلی مثل این که نت خودتون باید باشه تا اینجا که من سر در میارم. خب من دارم نگاه میکنم چطور رو. نه اصلا مشکل نداره. اگه اونا یه موقع میبینی که ندارن احتمالاً خب من نکته که میخواستم بهتون بگم اینه، لطفاً گوش کنید یه موقع خراب نشه، نیفته کار دستمون نده. الان هیده از سب کن بچه من درستش کنم. خب به بچه ها سلام. بچه ها رو گوش کنید، اگه صدا میشنوید گوش کنید. استاد ما از هفتم تا حالا توی مدرسه‌مون کتاب شما رو کار میکنیم. کدوم کتاب مجده؟ کدوم مدرسه این شما؟ فاطمه بذارم ببینم. معلم کلاس ما از سال هفتم کتاب شما. کدوم کتاب مدرسه؟ کدوم شهر فاطمه؟ اندیشمندان سعدی تبریز. آخر تبریز صد شد. تبریز درست میگم. تهران که امروز که بارندگی بود. واسه کتاب کیمیای سعادت خوبه. مریم کتاب کیمیای سعادت مال امام محمد غزالیه. برای چی خوبه؟ من نمیدونم واسه چه کاری. مانیا آره درست گفته باشم ببینم. آره چه خوب مانیا. ما از ابتدایی سال پرهام بله. سنا سادات چه خوب سنا. خب بذار من اول بچه پشتیبان چت رو بخونم. مرسی پارسا. بله دینا کتاب فارسی نهم تصویر بچه ها میذارن برای شما. نه ولی پارسال 1401 باید کتابش 4 قسمت باشه، 4 بخشیه. من از 1401 کتاب 4 بخش کردم بچه ها. همون کتابی که 3 بخش و بخش دومش تشریحی هم داره دیگه. 3 بخش نیست کتاب مجد جمعیش 4 بخش. از 1401 من کتاب 4 بخش کردم. بخش چهارمش آزمون‌های جامعه هستشن که خیلی خوبه. برام توضیح میدم الان. ما تو منصفه شما کار میکنه. امیررضا کدوم شهر امیررضا؟ چه خوب گفتم 1401 اشکال نداره بشه که 4 بخش باشه. کتابای دیگه از من نپرس آقا. من تو کتاب تدریس میکنم کلاس، با کتاب خودم میام جلو. کتابی که بیش از 100 بار چاپ خورده. بقیه کتابایی که شما دارین میگین 3 بار 4 بار 5 بار بیشتر چاپ نخورده. کتابی هستش که تو اغلب و اکثر تیزهوشان کشور آموزشگاه تدریس میشه.
من از کتابای دیگه چیزی نمیدونم واقعا. استاد چه کتابی برای تیزوشان پیشنهاد میکنه؟ کتاب خودم دیگه، سمیم دیگه، کتاب خودم رو تدریس میکنم. بله ما چاپ قبلی گرفتیم، چه خوب. حالا یعنی باید دوباره بگیریم؟ نه دیگه، همون گرفتی کافیه. بچه های پشتیبان میتونی عکس کتاب الان بذاریم؟ مرسی. دارابی آیسن باید باشه، درست خوندم؟ مرسی. مرسی فاطمه، فهمیدم. فاطمه کتاب خودم داره میگم دیگه. بچه پشتیبان کسی هست که صدام بشنوه؟ آها گذاشتم. این کتاب فارسی نهم طالب توار، این کتاب باید تهیه بشه. دسته رو نگاه کنید، تصویر رو. سمین دیگه ببین چی دیگه. طالب توار نهم مبتکرم. اوه چقدر ما. بله بله بله. یه سوال. خب چت غیر فعال شد، مرسی. من توضیح بدم که این توضیح سبب بشه که همون 5-6 دقیقه شد بچه دیگه هم که خواستم بیان الان بیان. اولی که تشکر بکنم از بچه های مؤسسه تیزلاین، از دوستان خوبم که چنین کلاسی رو فراهم کردن که بچه های نهم از سراسر کشور وارد این کلاس بشن و این اتفاق خوبی هم برای بچه ها هم برای من. برای بچه ها این که دسترسی به معلمای خوب داشته باشن، نه اینکه معلمای شهرهاشون معلمای خوب نباشن، نه، خیلی از معلمایی هستش که شهرهای متفاوت که با من در ارتباطن، دوستای خوب هستن که توانا هستن، ولی خب یه سری معلمایی هستن که تیزهوشان کارن. خب اونا معمولا بیشتر تو پایتخت هستن یا تو تهران هستن. یعنی من مثلا مال بابلم، الان حدود 27-8 سال اومدم تهران. دوستای دیگه هم مثلا مال شیرازن، الان 15 سال اومدم تهران. اینی میخوام بگم در یه جا متمرکز و در بینشون مؤلفهای خوب، مدرسای خوب هستن و این امکان رو تیزلاین فراهم کرده که شما با این معلمان در ارتباط باشید و برای من اتفاق خوبیه که بتونم با بچه های خوب کلاس در سراسر شهرهای این کشور در ارتباط باشم و همه اینها رو ما مدیون کرونا هستیم. اگرچه کرونا یک بیماری بسیار خطرناکی بود ولی سبب شد که به همه فرصت فکر کردن بده. از این بابت خوشحالم که شما رو تو این کلاس میبینم و برای شما تدریس میکنم و این تجربیات چندین ساله رو در اختیار شما قرار میدم. فقط چند دقیقه میخواستم در مورد کلاس صحبت کنم، 5 دقیقه تا 7 دقیقه بیشتر نمیشه. ببین بچه ها، اینجا یک آموزشگاهی هستش به نام آموزشگاه تیزلاین و آموزشگاه تیزهوشانه. یه برنامه ای رو برای شما گذاشته، حالا به عنوان ادبیات، ریاضی، علوم که همون فیزیک و شیمی اینا، و این برنامه هم یک شروعی داره، یک پایانی داره. یک شروعی داره، یک پایانی داره. خوب دقت کردین؟ اینکه چی تو کلاس من بخوام بگم تو این کلاس خودم از قبل مشخص شده هستش بچه‌ها. نه چتی غیر فعال خوشبختانه فعلا دارم میگم که صحبت دارم میکنم، شما گوش کنید. من الان میدونم جلسه مثلا 10 کلاس هم چیه، جلسه مثلا 12 کلاس هم چیه. خوب دقت کردین؟ بنابراین اینایی که میخوام بهتون بگم حواستون باشه. از بین کتاب‌های تیزهوشان فعلی کشور، این کتابی که شما الان میبینید فارسی نهم طالب توار مبتکران، میشه گفت منبع اصلی معلمان در تدریس تیزهوشان هستش
و این کتاب اگه بخوایم در ادامه کتاب سالهای قبلش حساب بکنیم الان از چاپ 170 هم عبور کرده، ولی با نام خود فارسی نهم الان چاپ 112 هم هستش که من میبینم و در جریانش هستم. در جریانش هستم بدون هماهنگی من چاپ نمیشه. این میخوام بهتون بگم. کتابی هستش که هر سال دستکاری میشه و هر سال ویرایش میشه و پشتبند ویرایشش جدای از این که من خودم هستم معلمای بسیار توانمندی هستن در شهرهای مختلف، در شهر تهران که با من در ارتباطن. پس از این لحاظ نمیخوایم بگیم تو این کتاب اشکال نیست، ولی اشکالش حداقله. چرا؟ چون معلمای خیلی خوب تو کلاس تدریس میکنن، میخونن و هر چی باشه بلافاصله به تلگرام، واتساپ هم میفرستن و ما در سالهای بعد استفاده میکنیم. خوب دقت کردین؟ حالا گوش کنید. خوب گوش کنید. این کتاب تدریس میشه و نیاز به هیچ کتابی ندارید. 450 صفحه هست این کتاب. این کتاب 450 صفحه هست و از این بابت میگم نیاز به هیچ کتاب نداریم، چون 4 بخش و هر بخشش در حقیقت یک کتابه و در هر بخش شما انگار یک کتاب میخونید. بعد از اینکه این کتاب من نوشتم خب خیلی ها طبیعتا تالیف دیگه کردن، ولی هر کسی هر چی که نوشت قطعا تحت تاثیر این کتاب بوده، اینو شک نکنید. و از اونجایی که هر سال ما این کتاب رو بروز میکنیم، ویرایش میکنیم، چه در زمینه درسنامه، چه در زمینه تست و چه در زمینه آزمون، این کتاب خدا رو شکر هر سال فروش خودش رو داره و معلمای خوب و دانش آموزای خوبی مثل شما این کتاب رو میگیرن. از این بابت خواستم بگم بهتون که کتابی نیاز نیست، همین کتاب کافیه. شما این کتاب رو 2 بار اگه بتونین بخونین و تمرین تستاشو حل بکنین بردین. هیچ کتاب دیگه ای نگیرید، 10 تا سوال بیشتر براتون نمیاد و دقیقا ما میدونیم از کجا میاد، چجوری میاد، به چه شکلی هست. و توی بخش 4 کتاب من آزمون‌های جامع همش هست. مسئله بعد این که این کتاب چی تدریس میشه. این کتاب 4 بخشه. بخش اولش درسنامه هستش، به ترتیب درس ما میگیم. بخش دومش دانش‌های زبانی و ادبیه، یعنی ما درس اولی که گفتیم انتهای درس اول دانش زبانی یا ادبی هستش، یا مربوط میشه به دستور دانش زبانی یا مربوط میشه به آرایه دانش ادبی یا اصطلاحات ادبی هم دانش ادبی هستش. اونا رو ما برای شما تدریس میکنیم. دانش آموزان اونجا مشکل دارن. و بخش سومش تسته. خودی تدریس نمیخواد که تست پاسخ بدید. و بخش 4 چی هستش؟ آزمون جامع هستش. برید بخش اول شما خودتون با برنامه‌ای که من میدم یا با برنامه مدرسه میرین جلو یا با آزمونایی که بیرون امتحان میدی مثل مبتکران قلمچی جای دیگه یا تو مؤسسه از شما آزمون جامع میگیره، فرق نمیکنه، میتونید بخونید. نیازی به اون نیست که من بیام بخش اولم برای شما درس بدم بعد تعداد جلسه مثلا بشه آقا 25 جلسه بعد بگیم که آقا هزینه‌ها بیشتر. اصلا نیازی نیستش. وقتی بخش اول شما درس اول سعدی رو میخونی، بامدادی که تفاوت نکنن، لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. خب معنیش نوشتیم، نکته‌های دستوری نوشتیم، نکته‌های آرایه رو نوشتیم، همه هستش دیگه. من چی کار کنم بیا روش بخونم بعد بگم که این میشه فلان، این میشه فلان. این از این. اما بخش دوم باید کامل تدریس بشه. طولانی ترین بخش دومه. نکته هایی داره که شما در بخش دوم بهتون گفته میشه بعدها تو سال 10م 11م و 12م خیلی ها به کارتون میاد. خیلی هم به کارتون میاد. خوب دقت کردین؟ خیلی هم به کارتون میاد. بنابراین بخش دوم کامل و تدریس میشه و تمرین تست داره. بخش سوم بهتون برنامه کلاسیکی بهتون میدم. مثلا میگم بخش اول درس اول رو بخون، بخش دوم درس دوم بخون و تست تمرینش جواب بده. بخش سوم هم شما بیاین تستش رو پاسخ بدید. خوب دقت کردین؟ حالا
بخش چهارم رو دست بهش نمیزنید. خوب گوش کنید چی بهتون میگم. بخش چهارم رو دست بهش نمیزنید. چرا؟ برای اینکه ما کلاس تست هم داریم، نکته تست. حالا من بعدا صحبت میکنم با آموزشگاه بهتون میگم. مثلا 3 جلسه درس میدیم، 2 جلسه پشت بندش تست کار میکنیم، بعد 3 جلسه دیگه درس میدیم، باز 2 جلسه دیگه هم تست کار میکنیم تا آخر. خوب گوش کردین چی گفتم بهتون؟ پس حواستون جمع باشه. این از این. کلاس رو چطور ما شروع میکنیم تدریس؟ ببین بچه‌ها، من ساعت قبلم با بچه‌های آموزشگاه 13 که کلاس داشتم گفتم بهشون، به شما هم میگم. فقط گوش کن چی بهتون میگم. به هیچ عنوان جزوه‌ای برای شما دانلود نمیشه، بارگذاری نمیشه. من از روی اسلاید هایی که خودم درست کردم، خودم که درست نکردم، اینجا بچه کارشناس و مهندس کامپیوتر هستن، این اسلاید رو برام درست میکنن. منظوری هست که محتوا و مطالب رو من بهشون دادم. محتوا و مطالب رو من بهشون دادم. خوب دقت کردین؟ و اسلاید خیلی زیبایی درست کردم و هر کجا لازم باشه در داخل اسلاید من با این قلم نوری که اینجا دارم، یه قلم نوری خیلی شیکیه، رنگ‌های متفاوت داره، داخل اون اسلاید رو نکته ها رو بیشتر می‌نویسیم. تمام که شد، شما هر اسلاید رو یا عکس میگیرین یا چیز میکنین، عکس میگیرین یا اسکرین شات میکنین. خوب گوش کردین، یا عکس یا اسکرین شات. اینو میخواستم بهتون بگم که به هیچ عنوان تصویر، بارگذاری، دانلود نمیشه. پس این انتظار رو نداشته باشید و توقع نداشته باشید و هی هم به بچه‌های آموزشگاه فشار نیارید. بچه‌ها این جزوه نیست، یه اسلایدهای تدریسی مشخصیه با نام خودم که روشم هک شده طالب تبار. ما نمیتونیم بارگذاری بکنیم. بارگذاری بکنیم اول بارگذاری فلان معلم از فلان شهر جای غرب تهران گرفته، شرق کشور گرفته، همه برای خودشون دانلود میکنن میگیرن و دست ما هم به کسی هم نمیرسه. تازه برسه هم کار نمیتونیم بکنیم. ما تو این مملکت داریم زندگی میکنیم. من کتاب هامو میگیرم بیرون چاپ میکنن. ساعت قبل به بچه‌ها گفتم تو میرداماد الان وکیل شرکت هفته قبل با من تماس گرفته که صحبت بکنیم. کتاب ما رو میگن چاپ افسد میکنن به مردم میفروشن، کار ما نمیتونیم بکنیم. این واقعیتی دارم بهتون میگم. پس اینا دانلود نمیشه. شما از روش یا عکس میگیری یا اسکرین شات میکنی. خیلی از بچه‌ها تو کلاس این کارو میکنن. میگیرن تو موبایل یه فایلی درست میکنن برای خودشون، به ترتیب درس‌ها برای خودشون اینا رو میچینن. این گوشه همراه خودت هست، بیرون رفتی دفعه اتفاق بعد پیش اومد فلان درس یاد نیست، بلافاصله باز میکن نگاه میکن. تو مدرسه میری به طور مثال زنگ تفریح هست یا هر چی از گوشی رو باز میکنی نگاه میکنی. این خوبی رو داره براتون. با قلم نوری هر کجا که لازم باشه مطالب اضافه میکنیم. ما 70% این اسلایدها تو کتاب من هست محتواش، ولی خب 30% مطالب جدیده و اون چیزایی که من اون لحظه مینویسم تو کتاب من نیست. این الان براتون درس میدم، صحبت میکنم، یه دفعه مطلب زدم میاد تونتون با قلم روی تو کتاب توی روی اسلاید من مینویسم، پایانش سریع عکس میگیری، یه اسکرین شات میکنید. این از این. ببین این کتاب باید تموم بشه. حالا 10 جلسه باید تموم بشه، 17 جلسه باید تموم بشه، 16 جلسه باید تموم بشه، 18 جلسه باید تموم بشه. خب یه وقتی رو آموزشگاه به من معلم داده، میگه آقا اینقدر، این ساعت، این جلسات، ما بر مبنای اون ساعت برای شما طرح درس نوشتیم. خب من دارم 30 سال تدریس میکنم. خوب دقت کردین؟ و این کتاب در 11 سال پشت سر هم داره چاپ میشه. ما داریم تدریس چشم بسته و میدونیم که جلسه پنجم چی باید بهتون بگیم. مثلا تو درس 8ش چی هستش، از بس که نوشتم خوندم یه خط به خطش حفظم. خوب دقت کردیم؟ پس لطفاً کاری به این نداشته باشیم که چرا من تو این جلسه فقط یک درس گفتم و مثلا برای درس دوم 2 هفته پشت سر هم وقتم گرفته شد.
سمی من نمیدونم دست برای چی بلنده الان. سوالی رو فعلا من جواب نمیدم، گوش کنید. اینو میخوام بهتون بگم. ببین بعضی از درس‌ها 2 هفته وقت میگیره، بعضی از درس‌ها 1 هفته وقت میگیره، بعضی از درس‌ها 2 هفته و نیم وقت میگیره. شما کاری به اون نداشته باشین. استارت درس اول ما چی هستش؟ آرایه هستش، بر مبنای درس اول کتاب شما. خب این آرایه راحت 2 جلسه و نیم وقت ما رو میگه. ما تمام آرایه‌های هفتم، ششم، هشتم، نهم باید بهتون بگیم. ما به ترتیب درس میریم جلو، به ترتیب کتاب درسی شما میریم جلو. خب درس به درس میریم جلو، کاملا منظم، شسته، رفته و ترتیبش کاملا رعایت شده هستش. شما به این ترتیب یک کتاب رو با من دوره میکنید. اینجوری نیستش که امروز درباره جمله صحبت بکنیم، فردا درباره تشبیه. نه، اصلا این کارا نیست. به ترتیب ما میریم جلو. یه چیزی هستش کاملا منظم، حساب شده و تر و تمیز و شسته و رفته میریم جلو. یه لحظه چت رو باز کنید لطفا. یه لحظه چت رو فعال بکنید. من چند تا نکته رو ببینم چون نمیخوام به سوال الان جواب بدم. دست بلند کردم. چت رو میاد بالا. ببینم. ببین که روز چند ساعت فارسی بخونی به خود مربوطه، ولی هر 2 روز 1 ساعت و نیم باید بخونی. من چون مشاور برنامه‌ریزی نیستم. سلام فاطمه. به هر حال ویدیو در اختیار شما قرار میگیره. ببین چاپ 401 402 فرقی نمیکنه فاطیما، ولی باید 4 بخش باشه. بله آرتی وقتی من درس رو میدم شما متوجه میشین و عکس میگیرین، اصلا مشکل نیست. اونا رو از بچه‌ها یک تا از بچه آموزشگاه بپرسین. عرض کردم بخش دوم تدریس میکنیم دینا و کامل تدریس میکنیم برای شما. تست هم باهاتون کار میشه. بخش سوم و چهارم درس نیست، تسته. بخش اول هم درسنامه گفتم بهتون میگم خودتون میخونید، چیزی نیست. مشکل داشته کلاس بررسی میکنید. دوباره اگه خواستین یه لحظه فعال کن چتو. یه لحظه چتو فعال کن. مرسی. ببین بچه‌ها صمیم بود کی بود سوال داشت؟ صمیم بنویس اینجا سوالتو سریع‌تر که من درس شروع کنم. سوال چی داری فاطیما؟ همینجا بنویسی دارم میخونم دیگه. سوال چی؟ در چه زمینه‌ای؟ من نمیدونم. عکس مشخصه. اصلا نگران نباشین. این دیگه گفتم ضبط میشه، فیلم‌ها ضبط میشه. بله. بهترین آزمون برای تیزهوشان چی؟ همین کتاب. هر چی میخواین تو همین کتاب. همین کتاب. عرض کردم محمد بخش اول رو خوندن خودتون میخونید. هر چی هست باید 4 تا باشه، 4 بخش باشه. من نفهمیدم سوال سمین چی هستش. بنویسی واسه من. در غیر این صورت من مجبورم به بچه‌ها بگم چت رو غیر فعال بکنن. نه منظورم مثل قلمچی نمیدونم منظور چیه. واسه ما که خودمونیم چطوری جزبتون. شما کاری به اون نداشته، شما عکس بگیرید دیگه. اون یه چیزی هستش که بهتون گفتم. سمین استاد دستم خورد. اشکالی نداره، اگه سوال داشتی بپرس. مبتکران معلم هر وقت میگه بخش دوم کتابتون رو باز کنیم استخوان‌های ما میلرزه. چرا مژده؟ مژده دستی به بالا. مژده دستی به بالا. ساناز ما اصلا وزنشی رو باش کار نداریم. وزنشی مال بچهای انسانی سال 12 چیه؟ مفعول و مفاعیل و مفعول و مفاعیل. اینو معلم تو کلاس حال کرده میگه ما بر مبنای تیزهوشان، بر مبنای نمونه دولتی که 2 تا امتحانی هستش که این بچه‌ها مژده دستی به بالا. ولش کن اصلا فاطیما، تو قلمچی هر چی میخواد وزنش بیاد به درس ولش کن. تو چیزی که تو امتحان برات میاد انجام بدی. تو بخش 4 کتاب من نگاه کن، از آزمون 7 به بعد چت رو غیر فعال کن لطفا. از آزمون 8 به بعد، از آزمون 8 به بعد تست‌های تیزهوشان هستش. خب به یک دونه توش استعاره اومد، یک دونه توش ایهام اومد، یک دونه توش مجاز اومد، یک دونه توش وزن اومد. این چیه که اینا میگن؟ اینا ولش کن. گفتم بر مبنای کتاب ما تدریس میکنیم، ولی
حالا شما تو بخش درس اول آرایی‌های درس دوم من وابسته پیشین پسینه متوجه میشه چقدر نکته بهتون گفته میشه، چقدر ممکن سوالات سخت و حرفه‌ای طراحی بکنید. مژده دست بیار بالا. چیزی که اینجا من بهتون میگم گوش کنید. معلمات تو کلاس میگن مهم هست، اون تو کار کلاسی میگن. اینجا من بر مبنای تیزهوشان و نمونه دولتی هم بهتون میگم. صدا میاد استاد. بله. سلام، شبتون بخیر. مرسی. بفرمایید. کدوم مدرسه ای؟ کدوم من مدرسه فردی تبریزه. خب بخش دوم کتاب مشکلش چیه که تعمیراته؟ استاد خیلی سنگینه مفصلش، یعنی تموم نمیشه. چرا؟ تستیاش خیلی خوب، بخش اولم خیلی خوبه، بخش دومم خوبه، ولی بخش دوم خیلی طول میکشه حل کردنش. به خاطر اینکه من در بخش دوم الان یه چیزی بهت بگم مژده و همه بچه‌ها گوش کنید. بخش دوم من برای اولین بار اومدم تو کل کشور، اولین نفری بودم که بخش دوم بیت هایی که انتخاب کردم، اول اینکه خارج از کتابه، بخش دوم خارج از کتابه، بخش سوم بیت های داخل کتابه و از قرن پنجم انتخاب کردم تا زمان معاصر. بله به خاطر همین کوچولو الان بهت میگم من خوب گوش کن. برای اولین بار امسال امتحان نمونه دولتی کشوری شد و طراحان نمونه دولتی اومدن در داخل آزمون نمونه دولتی سال نهم 1402 بیت‌های خارج از کتاب آوردن. بیت‌های چی آوردن؟ خارج از کتاب. 3 بیتش عیناً همونایی بود که من تو کتاب انتخاب کردم، بهتون نشون میدم. دقیقاً از کتاب من انتخاب کردم. چون من مطمئن بودم که معلمی که بخواد به تو قرن پنجم و ششم سوال طرح بکنه کار بسیار سختیه. اون موقع که به هم فرصت بیشتر بود انتخاب کردیم و از پس بخش دوم بر بیاین من مطمئنم خیلی از مطالب سال 10م 11م برای شما پیش پا افتاده میشه. ما تو مدرسه‌مون توی تمامی دروس تکمیل تیتوشان هم کار میکنیم، ولی مال شما یعنی از من سخت‌تر از دیدگاه کلاس مدرسه. همونو حل کن مشکل رفع میشه. خیلی ممنون. معلمتون سلام برسون. مرسی دخترم. خب دیگه صحبت کردیم، یه بار دیگه بررسی میکنیم، درس شروع میکنیم. 1. فارسی نهم طالب تبار مبتکران ترجیحاً 1402، اگه نداشتین 1401 باید 4 بخش باشه. اگر یه موقع 4 بخش نبود دانش آموز گرفت اشکال نداره. البته من میگم نهم همش 4 بخشه. خب 2. ما بخش دوم کتابو تدریس میکنیم. الان مجدم بهتون گفته بخش دوم بخش واقعا سنگینیه. بعد دارم بهتون میگم برای اولین بار معلمان بچهای نمونه دولتی سوال طراحی کرده از داخل همین کتاب بیت‌های خارج از کتاب رو از داخل این انتخاب کردن. چون بیت‌های خارج از کتاب انتخاب کردن به همین راحتی نیست. تو بری قرن پنجم، ششم، هفتم، هشتم بیتی رو از نظامی بگیری، خاقانی بگیری، سعدی بگیری، مسعود سلمان بگیری که خیلی از شاعرها اصلا شما نمیدونید کیه. ولی ما این کارو کردیم. به خاطر همینه که این کتاب پرفروش‌ترین کتاب هست. اون معلمایی که عیارشون بالاست میفهمن چه کتابی رو معرفی بکنن. 3. بخش اول گفتم خوندنی هست، شما خودتون میخونید، هر وقت سوال داشتی میتونید تو کلاس، گفتم دوستا جلسه بگذره وقتی بهتون داده میشه که از بپرسین. ولی بخش سوم و چهارم چی هستش؟ تست، درس نیست. یعنی شما باید بخش دوم براتون درس بدم، شما میرین بخش سوم تست بدید. ولی بخش چهارم فعلا دست نزنید. طبق توصیه آموزشگاه من بخش جلسه اول بهتون تکلیف نمیدم، ولی خب شاید بچه دیگه هم بتونن دفعه بعد بیان از راه برسن. ولی خودتون اگه خواستین بخونین مشکلی نیست. خب من درس شروع میکنم. امروز تنها روزی بود که خیلی صحبت کردم، طبیعی بود، به خاطر اینکه درباره کتاب صحبت بکنم، درباره وضعیت امتحان. ببین بچه‌ها ما هر چیزی که قرار تو تیزهوشان بیاد تو نمیدونید بهتون میگیم و شما بعدها متوجه میشین چیزی که من گفتم به کارتون میاد. آرایا هر چی تو سال ششم، هفتم، هشتم، نهم خوندی بهتون من میگم. امروز شروع میکنم
2 جلسه و نصف وقت ما آرایی میگیره. خب ولی به هیچ عنوان من نمیام استعاره رو بهتون بگم، ایهام بهتون بگم، مثلا مجاز رو بهتون بگم. حالا معلمای دیگه بهتون میگم، اون معلم مدرسه هستن، هر چی که میخوام بگن. ما اینجا معلم تیزهوشانیم، باید چیزایی بهتون بگیم تا تیزهوشان میاده. شاید بگه آقای طالب‌طبا بخش اول کتاب شما نوشته استعاره است فلان، اون معنی هستش و مفهومه و اونجا من چاره‌ای جز استعاره نوشتن نداشتم. ولی در تیزهوشان هیچ وقت آرایه استعاره به عنوان یک بحث نمیاد. میگه از بخش 4 کتاب من نگاه کنید، از آزمون 8 به بعد همه سوال تیزهوشان هر سالی هستش که من پاسخ میدم و تو کتاب میذارم. و مطلب بعدی هستش که الان من میگم تشبیه، اولین بحث آرایه ما تشبیه. شما میگه ای بابا در این بلبل تشبیه رو برای من صحبت میکنید، نمیدونم چیزی رو به چیزی مانند کردن و میگیم که دمتون گرم، درسته. بعد یه تست بهتون میده در کدام بیت آرایه تشبیه وجود نداره یا در کدام بیت تمام ارکان تشبیه به کار رفته، دانش آموز میمونه نمیدونه چیکار بکنه. اشکالش رو من میدونم چیه، من که دارم 30 سال تعریف میکنم، تدریس میکنم توی کنکور 12 تیزهوشان 9، من میدونم اشکال دانش آموز اینه که معلم فقط بهشون جزوه گفتن، جزوه نویس خوبی شدین و ای کاش تو مدرسه ها به جایی که درباره تشبیه بیان 4 صفحه بهتون جزوه بگن بعد پوز بدین ما فلان مدرسه هستیم سطح بالا کار میکنیم. این سطح بالا نیست. سطح بالا یعنی اینکه من 2 صفحه بهتون جزوه درباره تشبیه بدم، 2-3 صفحه دیگه تمرین بهتون بدم، همون که مجده الان میگه تو بخش دوم کتاب شما کلی تمرین که هرچی حل می تمام نمیشه. این دانش آموز خوب حل بکنه دیگه اصلا نیازی نداره، چون از تمام قرن‌ها براش بیت انتخاب شد. 5م 6م زمان ما قرن نمیدونم 10م 12 و همش این که تمام این چیزا متوجه میشه و وقتی بهش میگه تشبیه رو پیدا کن دیگه دست و دلش نمیلرزه. ولی دانش آموزی که معلمش فقط بهش جزوه میده، خب این تو پیدا کردن تشبیه مشکل داره، تشبیه مثلا تعلیم مشکل داره، چون یاد نگرفت داخل بیت بره و با بیت ها سر و کله بزنه، یا اینکه یاد نگرفته که در داخل تست ها بره و با تست سر و کله بزنه. اینجا همه چی بهتون یاد داده میشه. پس تصور نکنید که تشبیه رو همه بلدین، تا فکر بخوایم بکنیم بلدین برخورد میکنیم با بیتی اون وقت میمونید. تئوری نوشتن با عملی کار کردن فرق میکنه. شاید شما از پدر مادرتون بپرسین، کسایی باشین که آموزش رانندگی 2 مرحله هستش دیگه. یک مرحله آیین‌نامه بهش میگن، همون تئوری تو کلاس توضیح میدن این اگه فلان باشه گردش به چپ ممنوعه. بعد عملی، شاید شما تو تئوریش یا همون آیین‌نامه تمام سوالا رو جواب بدین، عالی کار بکنین، ولی وقتی میرین ماشین سوار میشین داخل خیابون میخوایم بریم دست پاچه میشین، نمیدونید چیکار بکنین. اون آیین‌نامه اصلا به کارتون نمیاد، چون شما یاد نگرفتین اونا رو چجوری در عمل اجرا بکنید. توی درس ما هم به همین شکل بچه‌ها ببین تو این کلاس معجزه میشه، ولی خب شاید چیزایی که شما میبینید همون چیزی که تو کلاس و مدرسه بهتون گفته میشه، اما نوعی گفتن فرق میکنه. یک، به شما جسارت داده میشه که به اصطلاح چجوری باش برخورد بکنیم. 2، بیت های خوبی به شما داده میشه و عملی باهاتون کار میشه. 3 و 4 اینکه تکلیف تو منزل دارین، همینجوری نیست که شما رو به امان خدا رها بکنید. اونجاست متوجه میشین که چرا یک کتاب این همه فروش میره، چرا یه معلم، حالا نمیتونیم بگیم معلم خوب زیاد داریم، چرا یه معلم بچه‌ها بیشتر بهش گرایش دارن. حتما یه چیزی هست و ما دنبال اون یه چیز هستیم که به شما منتقل بکنیم که این کار انجام میدیم. تدریس من از آسان شروع میشه، به متوسط و به دشوار میرسه. آسان، متوسط، دشوار. حله؟ یه لحظه چت رو فعال کنید، خصوصی کنید و ببینم، بعد به درس شروع بکنم. مرسی. امروز خیلی صحبت کردم، به خاطر این جلسه اول بود، ولی بعد از این دیگه نه قیافه منو میبینید
نه صحبت‌های عجیب غریب. چرا بعضی موقع خسته میشیم با هم صحبت میکنیم ولی درس منظور هستش. مرسی پارسا. خب زارن آها من فارسیم افتضاح. نگران نباش دکتر، این برنامه که بدین مردانه بخون، مردانه بخون، درست میشه. عرض کردم 1401 1402 اگه باشه 1402 بگیریم، چون وندی اومده بود تبدیل شد به مشتق. دیر نمیخوام، نه اصلا اونا ولش کن، چاپ 95 اصلا پیدا نمیشه، من خودم ندارم. این کتاب تا به امروز حساب بکنیم 700 هزار جلد چاپ شده. خب بله نیما میتونی، به شرطی که خوب بخونی. نه 1402 گفتم، اصلا ولش کنید. 401 402 اصلا 402 اگه خواستیم بگیرین 401 گرفتین اشکال نداره. نه تو تست مشکل من فاطمه تو تست هستش که میخوام بهتون کمک بکنیم. استاد در هوش ادبی وزنها لازم یاد بگیریم. اصلا هوش ادبی ربطی به وزن نداره و وزن هم تو کتاب شما نیست، ولش کن. کتاب از کجا تهیه کنید؟ تو کتاب فروشی شهر خودت همه داره دیگه. برای آزمون جای مدرسه از این کتاب بخونیم تست بزنیم خوب. بله چرا خوب نیست؟ نه فاطمه من هوش تحلیلی کار نمی کنم، فقط ادبیات. یه تاها یکی از بچه‌ها گفت وزن تو قلمچی میاد. قلمچی دیگه وحی منزل خدا که نیست، اونم آزمون طراحی میکنن ولی وزن نمیاد. اینم بار آخر و دیگه ببندید لطفا. قرابت معنایی همون برنامه‌ای هستش که من به شما میدم و شما هم جواب میدین. چند تا دیگه غیر فعال بکنید لطفا. قرابت معنایی همونی هستش که ببینید قرابت معنایی تو سال 1402 من خیلی زیاد آوردم توی کتابم در بخش سوم. همون معنی و مفهوم که نام دیگه‌اش چی هستش؟ قرابت معنایی. همان معنی و مفهوم که نام دیگه‌اش چی هستش؟ قرابت معنایی. خب دیگه تصویر رو ما میبندیم یکی یکی و جلسه اولش رو شروع میکنیم. تصویر کتابم برید لطفاً و من الان میرم. فعلا خدا نگهدارتون. تا مشخص نیست کی بخوایم دوباره وبکم رو باز بکنیم. ضرورتی نداره باز کردن وبکم، ولی هر وقت لازم باشه من باز میکنم. فعلا خدا نگهدارتون. خب اجازه بدید من اسلایدر رو بیارم. اسلایدری که باور کنید براشون وقت زیادی گذاشته شد، چون دانش آموز برای من ارزشمنده. چون ارزشمنده سعی میکنم تمام کاراش رسته و رفته باشه. هم وقت رو اسلایدر گذاشته شد، هم هزینه شد، ولی همه اینا فدای سرتون. بذارید بارگذاری بکنم. الان بارگذاری میشه. این تصویر کتاب که بچه ها آموزشگاه براتون زحمت کشیدم گذاشتم. تصویر بچه ها اگه بیاد ممنون میشه. حالا دقت کنید. درس اول آرایه‌های ادبی. خب تصویر همه داریم. یه از چت رو فعال کنم ببینم همه دارن یا نه، یا خود شما هم بگین کافیه بچه‌ها. تصویر همه داریم؟ اوکی داریم. مرسی دیگه. خب شروع میکنیم. آرایه‌های ادبی. ببین بچه‌ها شاید کسی بهتون بگه آقا اصلا آرایه‌های ادبی چی هست؟ آرایه ادبی بچه‌ها از قدیم با این نام ها معروف بود. خوب نگاه کنید.
میگم جلسه اولی که آرومتر بهتون گفته میشه. آرایی ادبی از همون اول به این نام ها معروف بود: صنعت ادبی. بعد بهش گفتن عناصر زیبایی سخن. هر کدوم از اینا بهتون گفتم تعجب نکنید. اگه گفتم صنعتشو پیدا کن، صنعت چی؟ مگه اینجا ریختگری صنعت؟ همون نام قدیم آرایی ادبی بوده که بعدها شد عناصر زیبایی سخن. فعلا چندین سالی که میگن آرایی‌های ادبی، رو ببین بعدن چی میشه. خب اصلا بهتون میگن چیه این آرایی‌ها؟ بچه‌ها منظور از آراییه همون تشبیه و تو اسلاید بعد همه من نوشتم، همون تشبیه و کنایه و تضاد و جانبخشی و ضرب المثل و تا آخر. خب بعد شما میگه آقا اصلا به چه کاری باید، برای چی به کار میره؟ اصلا برای چی به کار میره؟ فقط به خاطر زیبا کردن. یعنی شما تصور کنید یه بیتی از حافظ سعدی میشنوید: بگذار، این بیتی که همه شنیدیم، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. یه اصلا کنید، یه اصلا کن بچه هم میکروفون میبنده. خب حالا گوش کنید، صدام واضحه هست، چرا نباید بیاد؟ نه اونایی که من عوض کردم موضوع چیز خاصی نبود. الان از این صفحه درس ما شروع میشه، بهتون میگم من. حالا گوش کنید. اصلا بگیم برای این بیت سعدی که من خوندم براتون، اگه حساب توش تشبیه نبود، توش مبالغه یا اغراق نبود، یا اگه توش جان بخشی نبود، همون تشخیص، به نظر شما آیا این شعر اینقدر جذاب میشد؟ نه. مثلا زیبایی شعر به همین هست، به آرایی‌های ادبی است. پس ببینید برای این که منظور خودمان رو دارم میخونم تابلو رو زیباتر و دلنشینتر بیان کنیم، از آرایی‌های ادبی استفاده میکنیم. آرایی‌های ادبی به نوشته‌ها و شعرها روح و نشاط میدهند. یعنی با ایجاد تصویرهای زیبا اثر را دلپذیرتر و تاثیرگذارتر میکنند. عکس بگیرین شما سریعتر عکس بگیریم و اسکرین بگیریم. حالا چه آرایی‌های تدریس میشه برای شما؟ اسلاید بعدی. به این اسلاید که بخواد بیاد 2 ثانیه طول میکشه، شاید 2 ثانیه بعضی ما من سکوت بکنم، صدا قطع نمیشه ها، جابجایی اسلایده. مگر اینکه من خودم میخوام بهتون بگم بچه‌ها یه تمرین بهتون دادم حل کنید 30 ثانیه یا 40 ثانیه من خودم میکروفون رو میبندم، اون موقع من قطع میکنم، از قبل بهتون میگم. حالا از قلم نوری خوشگلم استفاده، انقدر دوستش دارم بچه‌ها که نگید. بدترین شرایط یه جلوه خاصی به کارها میده. آرایه تضاد درس 8 تدریس میشه. آرایه تلمیح درس 10 تدریس میشه. اما آرایه‌ای که ما تدریس میکنیم برای شما: تشبیه، جانبخشی، مراد نظیر، 3 جانبخشی، 4 جناس، 5 کنایه، 6 نغمه حروف یا واجبه‌ای، 7 اینم 8 اینم 9 و 10 هم ضرب المثل هستش که خود به خود زمانی که من کنایه رو تدریس میکنم برای شما تدریس میشه. ضرب المثل که هم میدونید دیگه از استعاره و ایهام و مجاز و
خبری نیست. مدرسه بهتون میگن در معلماتون میگن بذار بگن. شما میخوای بیشتر یاد بگیری، شما این یاد بگیری تیز و شانس قبول شو، سال بعد رفتی دهم میلیون کتاب من نگاه بکنه همه بهتون میگه. اصلا نگران نباشید. خوب فهمید چی بهتون گفتم؟ عکس رو بگیریم. عکس رو بگیرید لطفاً. هیچ چیزی نمی‌نویسید، فقط نگاه میکنید عکس میگیرید. هیچ چیزی رو شما نمی‌نویسید. همه مشکلتون رو حل میشه. محمد اصلا نگران نباشید. تا زمانی که من دارم درس میدم چت نکنید، چون من باید برگشت بکنم چت ها رو نگاه بکنم. فقط نگاه کنید. هر سوالی پیش اومد برای شما هیچ چی نگید. مطمئن باشین 4 دقیقه بعد مشکلتون رفع میشه. اگه نبود میتونید بنویسید جواب بدم بهتون. عرض کردم یسنا نمیاد. دختر گلم ذهن خودتو آشفته نکن. ضبط میشه دیگه 10 بار گفتیم به خدا. حالا گوش کنید. تشبیه چیه؟ عین بلبل میگه هرگاه چیزی رو به چیزی دیگر مانند کنیم تشبیه به وجود میاد. میگه دمتون گرم. یه دفعه یکی پیدا میشه میگه تو که اینقدر خوب بلدی، میگه این بیت حافظ، یه مصرعش می‌نویسم. کوه صبرم نرم شد در دست مقراض. مقراض همون قیچیه. غمت. میگه خب این تشبیه رو پیدا کن. تشبیه نگاه میکنید چی میگه؟ کوه صبرم نرم شد در دست مقراض غمت. بعد نواشاش فکر میکنیم میگیم باید اینجور فکر بکنیم که ما کوه صبر اضافه تشبیهی، دست مقراض اضافه استعاری میشه و هم تشخیص بهش میگیم. مقراض غمت، غمت ها غم نه، مقراض غم اضافه تشبیهی. حالا تو 100 بار تشبیه رو تعریف کن. هرگاه چیزی رو به چیز دیگه مانند کنید تشبیه به وجود میآید. عمرن اگه تونستید در داخل با این تعریف اون تشبیه رو در بیت پیدا بکنید. اون تشبیه رو در بیت پیدا بکنید. غیر ممکنه. از چه راهی؟ از راه گوش کردن مطالب من و تمرین کردن تو کتاب من. راحت میایم به نتیجه میرسیم. راحت میایم به نتیجه میرسیم. خوب دقت کردیم؟ پس اینجاست که من بهتون میگم شما تئوری شاید جزوه 1000 بار نوشته باشی ولی یاد نمیتونی بگیری چجوری کوه صبر تشبیه میشه، مقراض غم چی میشه تشبیه میشه. اینو بهتون یاد داده میشه. میگم بهتون تشخیص مشخیص همه بهتون میگم. فعلا گوش کن چی دارم بهتون میگم. خوب دقت کردیم؟ پس حالا بریم حرکت کنیم. خب میگه چون غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. در این بیت چه چیزی به چه چیزی تشبیه شده؟ تشبیه یا مانند شده. خب یه فکری بکنید، عکس بگیریم چون اسلاید بعدی رو میخوام براتون بیارم. عکس بگیریم اسلاید بعدی. حالا ما میخوایم با این بیت تا آخرش رو بریم، تک تک ارکان تشبیه بهتون بگیم، بعد بیایم براتون. خب حالا اسلاید بعدی گفتیم که در این بیت چه چیزی به چه چیزی مانند شده.
چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری رنگ بهتر براتون گرفتم بگیرم. خب در مصرع اول کار جهان رو ما مانند کردیم به غنچه. حالا در تصویر بعدی غنچه میاد. ببین کار جهان رو تشبیه کردیم به غنچه. اینو خوب نگاه کنید بچه ها. من ردیف میکنم برای شما، مرتب میکنم مثل نکته دستوری که مرتب میکنیم. کار جهان چو غنچه. البته اینجا گرچه رو میاری، یعنی اگرچه. خوب دقت کردین؟ فروبستگی است. خب نگاه کنید، کار جهان تشبیه شد به چی؟ به غنچه. خب فروبستگی وجه شبه هسته، چون هم میشه اعداد تشبیه. اینو میخوام بهتون بگم. الان نمیخوام ارکان تشبیه بهتون بگیم، الان فقط میخوام بگیم که چه چیزی به چه چیز تشبیه میشه یا مانند. بچه ها اول اینکه توی اصطلاح بیان نکته بهتون میگم، اینو بدونین که در حالت عادی ارکان تشبیه به این شکل: مشبه، اعداد تشبیه، مشبه به وجه شبه. خوب فهمیدین؟ مشبه، اعداد تشبیه، مشبه به وجه شبه. درست شد؟ حالا ولی در شعر به این شکل نیست. در شعر جاها تغییر میکنه. مشبه میاد آخر، نمیدونم ارکان تشبیه میاد اول، مثل چون اینجا ارکان تشبیه بهتون میگم. من همه اینها خوب نگاه کنید. این توقع رو نداشته باشین که در شعر هم مثل حالت عادی علی مانند شیر شجاع است، مثلا علی میشه مشبه مانند اعداد، شیر هم میشه مشبه. نه در شعر چنین چیزی نیست. شما اگه نگاه کنید چو غنچه گرچه فرو بسته کار جهان، این مصرع حافظ اصلا دیگه آخرشه، آخر در داغونی از ارکان تشبیه. مشبه رفته آخر، بعد ارکان تشبیه اومده اول، ارکان تشبیه اومده اول. ولی ما در ذهن خودمون ردیفش میکنیم، مرتب میکنیم. اون ترتیب اجزای دستوری یادتون باشه ها، اون ترتیب اجزای دستوری یادتون باشه. خوب دقت کنید. بله، مثل اول کار جهان به غنچه مانند شد. مثل دوم هم تو به باد بهاری مانند شده. تو به باد بهاری مانند شده. ادامه بحث. اسلاید بعدی میخوام برم، عکس بگیریم. ببین پله پله داریم بحث رو سنگین تر میکنیم. پله پله بحث رو سنگین تر. حالا اینجا میایم به شما میگیم ارکان تشبیه چه چیزایی هستن. آقا ارکان تشبیه چیا هستن؟ یک، مشبه، نام دیگهش طرف اول. دو، مشبه به، نام دیگهش طرف دوم. سه، وجه شبه. چهار، اعداد تشبیه. چهار، اعداد تشبیه. عادات نه ها، اعداد. ببین بچه ها، بعضیا به ارکان چی میگن؟ این یادتون باشه ها. بعضیا میگن ارکان، بعضیا میگن رکنها که جمعش ارکان میشه. بعضیا میگن اجزا، بعضیا میگن پایه ها. یکی میگه ارکان تشبیه، یکی میگه رکنهای تشبیه، یکی میگه اجزای تشبیه، یکی میگه پایه های تشبیه. این کلمات که به کار میره یه موقع ذهنتون درگیر نکنه ها، یه موقع ذهنتون درگیر نکنه. همش یکیه، همش
یکی حالا یه چیا هستن مشبه رو که حتما میدونید، الان یه باری تکرار گفتم که همه اینها بهتون گفته میشه، یه دفعه میافتید توی چالش جدید. مشبه همون طرف اول کلمه است که ما رو تشبیه میکنیم. اینجا از قلم نوری استفاده نمیشه، در ارکان توضیح میدم از قلم نوری استفاده نمیشه. خوب گوش کنید. ارکان اول مشبه همون طرف اول کلمه است که ما رو تشبیه میکنیم. چون غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، ما کار جهان رو مانع کردیم. ما کار جهان رو مانع کردیم. به چی مانع کردیم؟ به غنچه. پس کار جهان در اینجا میشه مشبه، کلمه است که ما اون رو مانع میکنیم. بعدیش خب بچه عکس بگیم، گفتم که از قلم‌روی استفاده نمی‌کنم. مشبه به نام دیگرش طرف دوم کلمه است که مشبه رو به آن مانع میکنیم. بیا از همون بیتی که انتخاب کردم تا آخرش میخوایم بریم. ما گفتیم که کار جهان چی هستش؟ مشبه. کار جهان چی هستش؟ مشبه. غنچه چی میشه؟ مشبه به. چرا؟ چون کار جهان مانند شد به غنچه. پس غنچه میشه مشبه به. مشبه به کلمه ای گفته میشود. مشبه به کلمه ای گفته میشود که مشبه رو به اون تشبیه میکنه. خب حالا بحثی خود جدی‌تر میشه، اگرچه از همون اولش هم جدی بوده، منظور اینه جذابتر میشه. هستی ارکان تشبیه شماره داره. شماره چنده؟ تو رو خدا فقط بجنبینا، ما نمیتونیم برگشت به عقب بکنیم. شماره چنده اسلایس؟ سریع من بگو. 8. دیگه بر نمیگردم بهتون بگم. این 8 گفتم دیگه، خودتون سریع بگیریم. از قبل بهتون گفتم رو اینها من با قلم نوری کار نمی کنم، یعنی شما سریع بگیرید. 10. حالا وجه شبه. من اول تعریفی که هست رو میخونم. ویژگی‌های مشترک میان مشبه و مشبه به است. مشبه به باید آن ویژگی رو به حد کمال داشته باشد. شاید دانش آموز بگه آقای طالب تبار مشبه به باید آن ویژگی رو به حد کمال داشته باشه یعنی چی؟ هیچی بابا، به همین راحتی که بهتون میگم. ما مشبه رو به مشبه به تشبیه میکنیم، درسته؟ مشبه به که به مشبه تشبیه نمی‌کنیم. پس اون ویژگی در مشبه به قوی تره. چرا؟ چون ما مجبوریم مشبه رو به اون تشبیه کنیم. همین مانند چون غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان. گفتیم کار جهان مشبه بود، غنچه مشبه به. بچه‌ها یه نکته بهتون بگم، بعد از اعداد تشبیه مشبه به یعنی چو یعنی چی؟ مثل و مانند. چو یعنی چی؟ مثل و مانند. خب بعد از اون چی میاد؟ مشبه به میاد. راحت پیدا میکنید. ولی فرو بسته بودن. غنچه رو شما نگاه کنید، غنچه این گل برگاش همش تو در تو فرو رفته، برخلاف گل که گل برگهاش باز و باز شده و لبخند زده. غنچه در ادبیات ما نماد دلتنگیه، گرفتگیه، برخلاف گل که نماد زندگی و زیباییه. غنچه دلتنگه دیگه، حالش گرفته دیگه. بنابراین کار جهان هم مثل غنچه چی هستش؟ فرو بستگی است، تو در تو بودن. حالا یه توضیح براتون بدم که بهتر متوجه اون فرو بستگی وجه میشه. یه سال ششم یه شعری داشتیم مال قیصر امینپور بود. مرتضی گفت شهید چون شقایق
سرخ است. خب این مشبه، چون این مثل و مانند اعداد تشبیه، شقایق مشبه به، سرخ وجه شبه. حالا گوش کنید چرا این مثال رو آوردم. حالا گوش کنید. خب ببین شقایق و شهید به هم تشبیه شدن. شهید خب خونش سرخ رنگه، شقایق هم چی هستش؟ قرمز رنگه. از یک ویژگی مشترکی هم. منتها شهید رو به شقایق تشبیه کرد. حالا اگه میگفتیم اجازه بدیم این قلم اینجاست، این رنگش که کم رنگ بشه گم میشه به اصلا. خب ببین اگه میگفتیم به جای سرخ زرد، شما میپذیرفتیم شهید چون شقایق زرد است. شاید تشبیه داشته باشه. بعد آقا شهید مشبه چون اعداد تشبیه، شقایق مشبه به زردم وجه شبه. این تشبیه غلطه. چرا؟ برای اینکه وجه شبهشون به هیچ عنوان مشترک نیست. وجه شبهشون به هیچ عنوان ما شقایق زرد رنگ نداشتیم. گیرم شقایق زرد رنگ داشته باشه، شهیدی که خودش زرد باشه ما پس وجه شبه به همین راحتی فهمیدیم. حالا من اینو پاک میکنم، اینو پاک میکنم، تمام. این اصلا عکس بگیریم، میخوام به بعدی. وجه شبه رو فهمیدیم. حالا مثلا میشه تستای عجیب غریبی طراحی کرد. در کدام بیت قافیه وجه شبه هست؟ خب دیگه این باید تو همون تستایی که من تو کتاب دارم جواب بدیم. شما باید نگاه کنید در هر بیت، در هر گزینه قافیه رو مشخص کنید و ببینید در کدام بیت تشبیه به کار رفته و قافیه‌اش چی شده؟ وجه شبه. خب بعدیش اعداد. هم گذاشتیم که عادات نخونید. اعداد تشبیه کلمه هایی هستند که مشبه رو به مشبه به پیوند میدهند. بعد یه چیز بچه ها، بله ببین زنگ ساعت چند میخوره؟ 8:15 میخوره. اوکی حالا گوش کنید. خب گفتیم که مشبه و مشبه به. شما میگید چون غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان اعداد تشبیه. غنچه درست داره تاریخ بس اعداد تشبیه غنچه مشبه به است، ولی مشبه کجاست؟ این کار جهان. میگه کار جهان که آخره چوک اول چجوری به هم پیوند میخورن؟ میگه اونو ولش کن. توی شعر به خاطر واحد وزن همه جور اتفاق پیش میاد. شما تو ذهن اول مرتب بکنید کار جهان چو غنچه. اصطلاح بعدی میخوام برم سریع عکس بگیریم. اینجا کامل براتون آوردیم. چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، کامل براتون نوشتیم. اینجا ما سکوت میکنیم، شما خودتون نگاه کنید، کیف کنید، عکس بگیرین، حال کنید. نکته: چو و چون اگر به معنی مثل و مانند به کار برن میتونن چی بشن؟ اعداد تشبیه. اگر به معنی وقتی که، زمانی که، اگر باشن حرف رفتن. ببینید من توضیح بهتون میدم، گوش کنید. من برمیگردم به شما.
ببین اگه اینجوری بخوایم پیش بری من دیگه اسلاید رو بر نمیگردونم به خدا. چقدر روی این من مکس کردم، گفتم عکس بگیریم کیف کنید فلان. نکته حالا گوش کنید. آقا یکی از بچه ها گفتش که چو غنچه گرچه فرو بست تو این کلاس نه. میگیم بله. میگه چو میشه مثل مانند، غنچه میشه متمم. گفتم خب بشه. بعد میگه متمم آرای ادبی. بابا این چه حرفی داری میزنی؟ آقا آرایه ادبی یه بحث دیگه، دستور زبان فارسی بحث دیگه. بله چو غنچه گرچه فرو بستگی، چو میشه حرف اضافه به معنی مثل مانند، غنچه هم چی میشه؟ متمم. این چه ربطی به ادات تشبیه و مشبه به داره؟ این چه ربطی به اون داره بچه ها؟ خوب دقت بکنید، دستور جداست. بابا اصلا ریحانه ما اصلا در این بیت تشبیه نداریم، چون ایران نباشن توضیح میدم براتون. اگر چو و چون تشبیه نداریم ما، اگر چو و چون به معنی مثل و مانند باشه ما میتونیم بگیم که تو اون جمله تشبیه به کار رفته و چو و چون چی هستن؟ اعداد تشبیه. اما اگه چو و چون به معنی زمانی که، وقتی که، اگر به کار برن به هیچ عنوان تشبیه ندارن. تو دستور به اینها میگن حرف ربط. همین چو ایران نباشد تن من مباد. چو معنی اگر، چو معنی اگر. تمام شد، اصلا تشبیه در کار نیست. این نکته خیلی مهمه. مثال بعدی، عکس بگین سریعتر. مثال بعدی، چون شیر به خود سپه شکم داشت. از قلم نوری استفاده میکنن. خب چون به معنی مثل و مانند، چون میشه اعداد، همون اعداد تشبیه. شیر میشه بعد از اعداد چی میشه؟ مشبه به. سپه شکن چی میشه؟ وجه شبه. بنویسیم که تو مشبه محذوف هست شده. بچه ها درست ما میگیم مشبه و مشبه به ارکان اصلیه و اعداد تشبیه و وجه شبه ارکان فرعیه. اما یادتون باشه که مشبه هم گاهی پنهان میشه، حذف میشه. مثل همینجا یعنی تو چون شیر به خود سپه شکم باش. در اینجا ما تشبیه داریم، بله، به خاطر اینکه چون به معنی مثل و ماننده. آقا حالا مثلا تو یه شعر صفیه خب معنی کنید دیگه. اصلا الان مگه تو این شعر مال نظامی نیست؟ گرم شو از مهر و زکین سخت باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. خب چون چی هستش؟ مثل، مانند. معنیش مشخص داره، معنی میکنیم. و مه و خورشید چی میشه؟ مشبه به میشه، بعض ادا تشبیه اومده. پس یادتون باشه این نکته مهم، گاهی در ارکان تشبیه مشبه پنهان میشه یا حذف میشه، ولی خب وجه شبه و اعداد تشبیه قابل حذفن. چرا؟ چون ارکان فرعی هن. چون ارکان چی هستن؟ فرعی هن. این عکس بگید سریعتر. خب بعدیش ارکان تشبیه رو یه بار دیگه اینجا بهتون طبقه بندی کردیم، دسته بندی کردیم. مشبه طرف اول، مشبه به طرف دوم. بهش اجزای اصلی میگن.
وجه شبه اعداد تشبیه بهش اجزای فرعی میگن، قابل حذفن. تو اجزای اصلی گفتم که مشبه گاهی پنهان میشه. تو این مثال که براتون آورد ببینید مشبه چی شده؟ محذوف شده. خب دقت بکنید لطفاً. مشبه به حذف نمیشه، مشبه گاهی حذف میشه، ولی عرض کردم پرهام مشبه میتونه حذف بشه، اشکالی نداره. مشبه به حذف نمیشه. پنهان هم حذف دیگه صادقی، پنهان شدن محذوف شده همون دیگه، مستتر پوشیده همونه. تشبیه اگه ارکان فرعی نباشن دو تا حالت داره، یا تشبیه بلیغ بهش میگه، اضافه تشبیه میشه، تشبیه اسندی. اینا میگم مشبه به میاد. خب زیاد نپرسید، گوش کنید، چون سوالی که شما میپرسین همه رو 2 دقیقه و 3 دقیقه بعد من جواب میدم. فقط یکی از بچه‌ها یادداشت کنه، یکی از بچه‌ها یا بچه‌های پشتیبان تو کلاس یادداشت بکنن لطفا. تا اول اسلاید 17 تدریس شد. تا اول اسلاید 17 تدریس شد. خب بنویسید شروع کلاس در هفته بعد، شروع کلاس با تشبیه بلیغ است. شروع کلاس با چی بچه‌ها؟ تشبیه بلیغ. اینو به من بگین که من تشبیه بلیغ رو خودم تو کلاس براتون اسلاید سازی میکنم، یه چیز خوشگل براتون در میارم که با کلاس‌های دیگه جای دیگه متفاوت باشید. خب اولین جلسه بود، به هر حال خوشحال شدم که با شما بودم. طبق سفارش آموزشگاه ما امروز هیچ گونه تکلیفی بهتون نمیدیم، فعلا بریم صاف صاف قدم بزنید. آره دیگه مجتمع شکست دیگه، تا 8:15 دیگه صاف صاف قدم بزنید تا هفته بعد، اون وقت ما در خدمتتون باشیم. شب خوبی داشته باشید، انشالله که همیشه موفق، سلامت، تندرست باشید. به تمام دوستان ما در شهرهای گوناگون که هستین سلام برسانید. خداحافظ. شما بچه‌های پشتیبان خسته نباشید. خداحافظ شما.